چنان که شیخ سبایی می‌فرماید که سه آله نمک شو میکنم می‌فرماید که النحو في كلام كالملح في الطعام. يعني نحو در کلام، یعنی نحو صرف در زبان، در گفتگو و مثل که نمک در طعام است. اکثریت مردم وقتی که سخنرانی میکنن میگوین که مثلا ان عایشه رضی الله عنها باید بگن. از سبب اونه که نحو صرف نمیدونن، زبان عربی را نمیدونن، یکی از زبان عالم ها میشنون، پر نمیشنون و چی میگن؟ عایشه رضی الله عنه. و چی بگیم؟ عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه. عمر رضی الله عنه. مرد چی؟ هو میشود، زن شید هم میشود. رضی الله عنها. فهمیدین؟ خب الله نیابانتون باشه. از همون خاطر چه کنیم باید؟ علم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. يعني طلب علم کردن فرض برای هر یک شخص مسلمان، چی زن باشه و چی مرد باشه. و خاطر طلب علم کنین یکی از بهترین انسان ها هستین. هر انسانی که طلب علم میکنن ملائکه و پرهای خود را میمونند تا اینکه انسان ته بگردد. از همون خاطر در ذمه خداوند، در محافظه الله که الله محافظت میکنه، یگان مشکلی ده انشاءالله دچار نمیشه. خب برای انسانانی که حجامه میخواهند شهر مسکو سن پترزبورگ رقم ها روی اکران و همچون برای انسانانی که حج رفتن میخواهند میتونید که انشاءالله زنگ بزنید 59 برای انسانان حج میرفتگی. خب با دعا باشند. ما در غریبی که موندیم نمیخواه خیلی گفات میکنیم و بعد گفهای علما در سر میوینه و نمیخواه خلاصی گفت در انتریاسی بزنه فرزن نمیخواه احوال در گرفتار رسید. خب با دعا باشند. السلام علیکم و رحمت الله